أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام: أعينوني بورع واجتهاد وعفاف وسداد. ساقیا، امشب صدایم با صدایت ساز نیست. ساقیا، امشب صدایم با صدایت ساز نیست، یا که من بسیار مستم یا که سازت ساز نیست. هرچه بادا باد امشب من به می لب میزنم، دم ز نام نامی زیبای حیدر میزنم. می که میگویم ز الطاف علی است، می که میگویم ز الطاف علی است. مستی این می فقط یک یا علی است. یا علی بشک. شاد کن دل مولا را و بفرست صلوات آمیخته با عشق و بیفزای بر نورانیت این مجلس با عظمت. صلوات دوم را به سلامتی همه مناقب خانان و مدیح سراهان در طول تاریخ، آنهایی که در مدح و ستایش امیر مؤمنان مولود کعبه و ائمه معصومین علیهم السلام مدیح سرایی کردند، اخصاً به سلامتی این مناقب خانانی که امروز بر عطر و نورانیت این مجلس ما افزودند، بلندتر ختم بفرمایید. فرارسیدن میلاد سراسر نور مولود کعبه، امیر المؤمنین یعصوب الدین امام العارفین امام المتقین ابو الایتام حضرت علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیة و الثناء را، که مصادف و مسما شده است به بزرگداشت مقام شامخ پدر خدمت فرزند بزرگوارش حضرت بقیت الله الاعظم قطب عالم امکان ناموس دهر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، کافه ملل مسلمان جهان، اخصاً همه شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام و بالاخص به شما شیعیان و علی دوستان این جمع تبریک و تهنیت عرض می کنم. اسعد الله ایامکم ان شاء الله. صلوات محمدی. چه زیبا خواند دوستمان: کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، که تر کنم سرانگشت و صفحه بشمارم. چه بگویم در مدح مولایی که در مدح علیی که خدایش مدح و ثنایش گفته است. در مدح علی فرشته های آسمانی
ستایش میگویند. در مدح علی پیامبر اعظم، پیامبر رحمت، مداح و ثناخوان است. من چه بگویم؟ بیشتر از اینها خدمت شما عرض کنم در مدح علی دوست و دشمن حرف زده است. دوست و دشمن آمده است ثنای علی ابن ابی طالب گفته است. متکلم و فیلسوف مسیحی لبنانی است به اسم جبران، خلیل جبران، که در عقیده پیرو عیسی مسیح است، اما آمده میگوید علی ابن ابی طالب تنها کسی بود که به روح کلی بشر، به روح بزرگ دسترسی پیدا کرده بود. و علی، این را این فیلسوف مسیحی میگوید، و علی قبل از خودش به دنیا آمده بود. زمان علی نبود. شخص دیگری است مسیحی به اسم شبلی شمیل، میگوید علیون نسخه مفرده. خوب دقت بفرمایید، یعنی علی کاپی نداشت، فقط خودش بود. The one and only، فقط علی. علیون نسخه مفرده، فقط خدا یکی آفرید و اون هم علی بود. این حرف این فیلسوف مسیحی است. و یا اون شخص دیگر جرداق که میگوید علی کشته عدالت خود شد. چه کسی علی را به شهادت رساند؟ عدالت او. اینقدر علی عدالت داشت. این است مقام علی. و یا از خود همین خلیفه دوم نقل شده است و به تواتر هم نقل شده است، از طریق خود برادران اهل سنت نیز نقل شده است که بارها گفت لولا علی لهلک الامم، اگر علی ابن ابی طالب نمی بود من عمر ابن الخطاب هلاک می شدم. این است مقام علی ابن ابی طالب. حالا سوالی که مطرح است این است که چه چیزی، چه ویژگی در وجود امیر مؤمنان بوده است که باعث شده است این همه از ادیان مختلف دشمن همه بیاین مدح و ثنای علی رو. یعنی علی چیکار کرده است؟ خب سوال هست، مگر در وجود علی چه بود که اینها آمدند مسیحی که باید پیرو عیسی مسیح باشد و همش مدح و ثنای عیسی مسیح بگوید، آمده است مدح و ثنای علی میگوید. در مدح علی کتاب نوشته است. چه ویژگی داشت امیر مؤمنان علیه السلام؟ بنده میخواهم در این فرصتی که در خدمت سروران هستم اندکی پیرامون رفتارشناسی امیر مؤمنان علیه السلام و مطالب تقدیم سروران معظم بنمایم. ببینید عزیزان، امام میفرماید اعینونی به ورع و اجتهاد و عفاف و صداد. آی کسانی که میخواهید من علی را پیروی کنید. آقای ندیم در شعرشان جالب گفتند با علی گفتن کجا و یا علی گفتن کجا، خیلی فرق است. این کلام امام نیز اشاره به همین مطلب دارد. میفرماید شمایی که میخواهید دنبال روی علی بکنید آسان است. کارش این است که مرا کمک کنید با تقوای خودتان، یعنی رفتار من علی را ادامه بدهید ولا خیر. معنای این حرف چیست؟ حالا اگر ما در رسای امیر مؤمنان علیه السلام اشک نریزیم، آیا از ما در محشر علی میپرسد چرا در رسای من اشک نریختی؟ نه، اصلا هم نمیپرسد. اگر ما
در مراسم ابا عبدالله شرکت نکنیم، اشک نریزیم، عزاداری نکنیم، آیا ما در فردای قیامت مؤاخذه خواهیم شد؟ نه، والله نه. ولی اشک و ماتم یک مسئله و بعد عاطفی و احساسی است. احساس مثبت هم هست، عاطفه زیبا هم هست، اما اگر ما این کار را انجام ندهیم از ما کسی سوال نمی کند چرا این کار را نکردیم. اما اگر مثل علی رفتار نکنیم، اولین کسی که مقابل من و شما از ما گله و شکایت خواهد کرد خود علی خواهد بود. خب حرف خیلی دقیق است. فردای محشر امیر مؤمنان علیه السلام از ما خواهد پرسید رفتار و منش من چیز دیگر بود، شما کجا رفتید؟ پس امیر مؤمنان از ما خواسته است که کمکش بکنیم با تقوای خود، با رفتار نیکوی خود، با عفت خود، با استقامت و ثبات قدم خود. این چیزی است که از ما خواسته شده است. پس امشب میپردازیم به الگوبرداری، یعنی میخواهیم رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام را الگوگیری کنیم. کدام رفتار؟ همان رفتاری که مسیحیان را مجذوب کرده است. عرض کردیم که سوال اینجاست چرا اونها مجذوب شدند؟ یک مقدمه خدمت عزیزان بگم و آن این که رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام دو گونه است. یکی آن گونه از رفتاری که قابل تعمیم نیست. یعنی چی؟ یعنی نمیشود عمومیت بدیم به همه، بگیم حالا که علی اینطور رفتار داشت پس همه باید اینطوری باشند و این کار را بکنند. نه، خود امیر مؤمنان فرموده است که من از شما نمیخواهم مثل من در این موارد باشید. مثل چی؟ لباس پوشیدن مخصوص آقا، غذا خوردن مخصوص امیر مؤمنان. هر کسی نمیتوانست این کار انجام بدهد. خود امام نامه نوشت به عثمان ابن حنیف، عثمان صحابی من، نمیتوانید شما مثل من علی رفتار کنید. کما اینکه خود امام صادق علیه السلام فرمودند که من با جدم علی فرق میکنم، شرایط من و زمان من با زمان علی فرق میکنم. از من خواسته نشده است که مثل علی لباس بپوشم و مثل علی غذا بخورم. یا آن شخصی که در غار کوه رفته بود، زن و فرزند و همه را رها کرده بود، به علی شکایتش آمد که این آقا رفته همه زن و فرزندان را رها کرده. امیرالمؤمنین این آقا را طلبید. کجا؟ این کارها مخصوص خود علی است. و حتی فرزندان ایشان نیز از ایشان خواسته نشده بود که مثل علی غذا بخورند. آن شخص موقع افطار رفته بود منزل امیر مؤمنان علی علیه السلام. وقتی افطار شد مولا به این شخص مهمان گفت شما همینجا روی سفره با فرزندانم امام حسن و امام حسین بنشینید و افطار کنید. علی جان شما کجا می روید؟ گفت کاری به من نداشته باش. لحظاتی نگذشت که من دیدم یک کیسه، یک خلیطه، یک چیزی آوردند که بسته شده بود سرش. من مشاهده می کردم، دیدم سر آن را امیرالمؤمنین باز کرد و تکه های از نان سخت بیرون آورد و آن را با آب تناول فرمود. پرسیدم علی جان شخصیت شما در این سن و سال، اون هم روزه، گفت کارت نباشد. پس چرا سر این کیسه بسته شده است؟ چون میترسم فرزندان من نیز این نان را در بیاورند و روغن روی آن بمالند و نوش جان کنند. چرا این چی معنا را به ما میرساند؟ که حتی فرزندان علی نیز از آنها خواسته نشده است مثل علی غذا بخورند و مثل علی لباس بپوشند. خب این قسم اول از رفتار امیرالمؤمنین که لازم نیست همه از آن تبعیت کنند و مثل آن رفتار نمایند. اما قسم دوم که اکثر رفتارهای امیرالمؤمنین علیه السلام را شامل می شود
رفتارهایی است که بر همه ما لازم است مثل علی رفتار، یعنی در هر زمان این رفتارهای امیرالمؤمنین قابل اجراست. خب حالا با این مطالب و مقدماتی که عرض شد بیاییم ببینیم امیرالمؤمنین علیه السلام چه رفتاری داشتند، چگونه رعایت حقوق دیگران را می‌کردند که دوست و دشمن مداح و ثناخوان این علی ابن ابی طالب شده است. یعنی علی چگونه رفتار داشت. یکی از موارد که امیرالمؤمنین علیه السلام به آن اشاره دارد، سروران معظم نیز دقت بفرمایید، نکته بسیار ظریف و زیبایی است. امام می‌فرماید خدای سبحان حقوق بندگان خود را بر حقوق خود مقدم دانسته است. یعنی هر زمانی که شما شک کردید که اول حق خدا را انجام بدهم یا حق بنده خدا را، روایت داریم اول حق بنده خدا را انجام بدهید. این یک روایت. ما عبد الله بشیء افضل من حقوق المؤمنین. هیچ عبادتی، دقت بفرمایید، هیچ عبادتی فضیلتش از این بیشتر نیست که حق برادر مؤمن خیش را ادا کنید. این در رابطه با حقوق دیگران و از رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه نیز نقل شده است که فرمود رعایت حقوق برادران دینی یعنی چی؟ الاجلال فی عینک و الود فی صدرک. احترام کن برادر مؤمن خود را، توهین بهش نکن، اهانت نکن. و برادر مؤمن یک انسان دیگر جایش باید در کجا باشد؟ در قلبتون. این فرمایشات معصومین علیهم السلام در رابطه با ارزش مقام انسان و مؤمن. حالا من چند تا مسئله را اشاره می کنم و چون وقت نیست از همه سروران عزیز التماس دعا دارم. رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام را ما اگر دسته‌بندی کنیم می شود به مواردی تقسیم کرد که الان اشاره می کنم. بخش اول از رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام در رابطه با همین مؤمنین بود. یعنی بیاییم ببینیم حقوق مؤمن را امیرالمؤمنین چگونه لحاظ می‌کرد. علی چگونه رعایت حال مؤمنین را می‌کرد. دقت بفرمایید. تا جایی بود که امیرالمؤمنین یک قاضی تعیین کرده بود به اسم ابوالاسود دوئلی، با آن همه عظمت، بنیانگذار علم نحو. ابوالاسود دوئلی که در جنگ صفین آن گونه رشادت از خویش نشان داد. ابوالاسود دوئلی که وقت معاویه در دست دختر بچهش حلوای زعفرانی داد، از دستش گرفت. دخترم این حلوا رو نخور، اگر این حلوا از گلوی تو پایین برود حب علی از دل تو بیرون می رود. این ابوالاسود دوئلی امیرالمؤمنین به اون نامه نوشت. قاضی امیرالمؤمنین است. ببین امیرالمؤمنین ایشان را در یکی از شهرها در بصره قاضی تعیین کرده بود. حالا به یک باره نامه علی میرسد، ابوالاسود دوئلی برگرد، من علی تو را عزل کردم. عجب، من چی کار کردم؟ میآید خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، علی جان من چی کار کردم؟ گفت به من گزارش شده است. امام فرمود به من گزارش شده است که وقتی ارباب رجوع، کسانی که مشکلات داشتند و تو مراجعه می کردند، تا دعوای آنها را حل و فصل کنی با صدای بلند روی آنها داد می‌زدی. این از مقام علی. حالا این قصه علی را مسیحی و یهودی و
بیدین و بادین و هر که بشنود مجذوب نمی شود. علی این گونه بود. قنبر غلام امیرالمؤمنین به یک کسی حد میزد، شلاق میزد. مثلا باید 70 تا شلاق با اون شخص میزد. قنبر عصبانی بود، حساب از دستش در وقت 73 تا شلاق زد. وقتی شلاق تمام شد امیرالمؤمنین فرمود بیا اینم حساب اون 3 تا شلاقی که اضافی زدی به اون نفر. 3 تا شلاق بود زد. گفت خب آقا جان از دستم حساب در رفت، نباید برود. حق دیگران را که نباید ضایع بکنی. این است منش و رفتار علی. ام هانی خواهر امیرالمؤمنین است. بحث ما در مورد حقوق مؤمنین است در رفتار امیرالمؤمنین. ام هانی خواهر امیر مؤمنان است. کسی است که پیامبر از خانه ام هانی به معراج رفته است. شما شخصیت را نگاه بکنید. هنگام تقسیم کردن بیت المال رسید. قبل از ام هانی یک خانم عجم یعنی غیر عرب بود. علی به این خانم هم مقداری از بیت المال داد. وقت نوبت خواهرش رسید، همان مقداری که به اون خانم عجم داده بود به خواهر خودم داد. شکایت کرد علی جان من ام هانی خواهر امیرالمؤمنین و من هم برابر اون عجم میری؟ گفت ولی من هرچی در کتاب خدا نگاه میکنم فرق بین تو و اون خانم دیگر نمیبینم. این است مقام علی. قسم دوم از مواردی که امیرالمؤمنین علیه السلام حقوق آنها را خیلی زیاد رعایت میکرد اقلیت‌های مذهبی بود. یعنی در زمان حکومت امیرالمؤمنین کسانی زندگی میکردند که مسلمان نبودند. مسیحی و یهودی و زرتشتی و کلیمی و اینها بودند. امام درست است که اونها در دین اسلام نگرویده بودند، اما از حقوق شهروندی که آنها را به آنها قائل بود حقوق شهروندی. در منطقه فارس زرتشتیان زندگی می‌کردند. یکی از امرای امیرالمؤمنین به نام عمر ابن ابی سلمه اونجا حاکم بود. رفتار مناسبی با این زرتشتیان نمی‌کرد. به علی خبر رسید. امیر مؤمنان علیه السلام یک نامه زیبایی نوشت. هر که می‌خواهد این نامه را نگاه بکند در نهج البلاغه وجود دارد. نامه امیرالمؤمنین به عمر ابن ابی سلمه. بروید نگاه کنید در نهج البلاغه. غوغا کرده است اینجا علی، مطالبی عرض کرده است شاهکار. تو حق نداری بالای این مردم این گونه ظلم بکنی. درست است اینها مسلمان نیستند، عقیده تو با آنها فرق می کند، درست، اما انسان که هستند. از حقوق یکسان شهروندی که اینها برخوردارند. این است مقام علی. پس اگر این رفتار را حالا مسیحی و زرتشتی ببیند، نباید بگوید علی نسخة مفرده، نباید بگوید علی تنها و the only version بود، تنها بود، کاپی نداشت، یک کتاز بود، هیچ کس مثل علی نبود. خب همین رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام باعث شده بود. چند تا نکته رو من اینجا یادداشت کردم، اما از باب این که اکثر سروران که اینجا تشریف دارند به شمول خود بنده از راه دور آمدیم و فردا هم روز کاری است، به یک نمونه دیگر از رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام با دیگران را خدمت عزیزان عرض می کنم و التماس دعا. قسم آخر تبلور زیبای رفتار علوی را در مقابل دشمن می توانیم نگاه بکنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام
یک رفتار بسیار زیبایی با دشمنش داشت، رفتار جوانمردانه. در همین جنگ صفین که اتفاق افتاد، قبل از سپاه امیرالمؤمنین علیه السلام سپاه معاویه آنجا رسیده بود، کمین کرده بودند، موضع گرفته بودند. یکی از کارهایی که اینها انجام داده بودند، منطقه‌ای که تسلط داشت روی چشمه آب و یا آب آشامیدنی برای سپاه، اون را تصرف کرده بود سپاه معاویه. یعنی مانع از دسترسی سپاه امیرالمؤمنین به آب میشد. خب جنگ هست، آب نباشد کی میتواند جنگ بکند؟ امیرالمؤمنین علیه السلام اتفاقاً و فرزند برومندش امام حسین علیه السلام فرمودند که آب را آزاد کن. امام حمله کرد و بعد از نبردی آب آزاد شد. و جالب اینجاست که یکی از کسانی که در تاریخ آوردند از همان آبی که امام حسین آن را آزاد کرد آب نوشید در جنگ صفین، یزید ابن معاویه بود. خب حالا این چشمه آب فتح شد در دست سپاه امیرالمؤمنین. اصحاب عرض کردند دیگه الان نوبت ماست، آب را ببندید برای ما. اما امیرالمؤمنین بنازم مقامت را فرمود فرقی بین علی و معاویه باید باشد، آب را آزاد بکنید و سپاه دشمن خبر بدهید آب آزاد است، هر کسی میخواهد بیاید و از این آب بیاشامد و استفاده کند. عرایزم تمام است. انشاءالله خداوند و تک تک ما و فرزندان و نوامیس و جوانانمان این همت و لیاقت و ارزش و نعمت را عطا بفرماید که جزء پیروان امیر مؤمنان علیه السلام باشند. نسألك اللهم و ندعوک باسمك العظیم الاعظم